صبح بخیر بینندگان عزیز، امیدوارم صبح امروز را با طبع خوش و بالیده آغاز کردید. امروز سه شنبه 25 دکبر است. نشر نوبتی نویدی بامدادی را با خبرهای تاجیکستان و جهان من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. نخست نظر می اندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پراگ. هوای شهر دوشنبه صبح امروز 2 درجه گرم است، ولی در دوام روز تا 10 درجه گرم شدن آن پیش بینی می شود. حرارت هوای شهر پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی 1 درجه گرم است. دوام روز حرارت هوا تا به 3 درجه خواهد رسید، اما باریدن برف پیش بینی می شود. بینندگان ارجمند، نویدی بامدادی را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. امروز 25 دکبر در شهر دوشنبه اجلاسی 17 مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان برگزار می شود. در این اجلاسیه شرکتی همه اعضای مجلس ملی و حکومت هم در نظر است. روزی بعدی یعنی 26 دکبر قرار است در جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان پلاته‌های بالایی و پایانی پارلمان تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان سخنرانی کند. پیام پرزیدنت به پارلمان به نوشته آژانسی خاور فراگیری سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان خواهد بود. برخی منابع رادیو آزادی قبلا گفتند که پرزیدنت در این پیامش به ضرورت راه‌اندازی اصلاحات اقتصادی و زنده کردن صنعت و بخش استحصالات، اینچنین کار بانک‌های تاجیکستان دعوت خواهد کرد. بیننده ارجمند، خبر دیگر داریم نیز از کاتبات مطبوعاتی ریاست جمهوری است. پایانی روز گذشته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در رابطه با آفت طبیعی پرقربانی در اندونزیا به رئیس جمهور این کشور اظهار تسلیت کرد. در برقیه‌ای که روز 24 دکبر به نام یوکو ویدودو ارسال شده است، پرزیدنت تاجیکستان نوشت که از شنیدن خبر هلاکت و مجروح شدن شمار زیادی شهروندان اندوهگین شده است. روز 24 دکبر پرزیدنت اندونزیا یوکو ویدودو از قسمت غربی جزیره یاوا دیدن کرد که شاهد شدیدترین ضربه سونامی شده است. موج بزرگ آب که بر اثر لغزش زیرآبی زمین به عمل آمده است، طبق اطلاع آخرین باعث فوت کمش 373 نفر و خسارات زیادی مالی گردید. 128 نفر دیگر بینام و نشان شدند. مقامات با واسطه هواپیماهای بی‌سرنشین خسارات در دهات دوردست را نیز تشخیص می‌کنند. خدمات نجات اندونزیا میگوید که موج آب بعد 24 دقیقه لغزش زمین در ولکان کراکاتاو به جزیره یاوا و سوماترا رسید. به قول خدمات هواسنجی اندونزیا، مساحت زمین لغزیده به 64 هکتار یعنی تقریبا 90 میدان فوتبال برابر بوده است. بیننده ارجمند، یادآور میشویم شما نویدی بامدادی را از رادیو آزادی مستقیما تماشا دارید و رو می‌رویم حالا به خبرها از خارج تاجیکستان. وزارت بهداشت افغانستان میگوید شب گذشته جنگجویان به بناهای حکومتی در شرق پایتخت افغانستان حمله کردند. در نتیجه برخوردی مسلحانه که چند ساعت دوام کرد، کمش 43 نفر کشته شد. سخنگوی وزارت بهداشت وحید مجروح گفت 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. به قول نامبرده سلاح به دستان به مجتمعی وزارت کارهای جمعیتی و دیگر اداره ها 24 دکبر حمله کردند. آنها اولا در درآمدگاه مجتمع ماشینی سرشار از مواد ترکنده را منفجر کردند. نماینده وزارت امور داخلی افغانستان نصرت رحیمی میگوید برخورد با سلاح به دستان 8 ساعت ادامه کرد و 350 کارگر به جای امن کوچانیده شدند. رحیمی به ژورنالیستان گفت نیروهای امنیتی 3 نفر از مسئولان حمله را کشتند. نفری چهارم که بمبگذار مرگ طلب بوده است هنگام ترکاندن ماشین به هلاکت رسیده است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را برداشت نگرفته است. ضمناً در گذشته حمله های شبیه روز 24 دکبر را عادتاً جنبش طالبان و یا گروهی دهشت افکن دولت اسلامی برداشت گرفتند. دادگاه ضد کروپسیونی پاکستان روز 24 دکبر نخست وزیر سابق این کشور نواز شریف را در نگاهداشت دارایی‌هایی که منبع درآمدش برای او نامعلوم است گناهکار و او را به 7 سال زندان محکوم کرد. دادگاه ضد فساد پاکستان سابق سروزیر این کشور نواز شریف را با عیبنامه نگاهداشت درآمدی که سرچشمه‌اش نامعلوم است با مدت 7 سال از آزادی محروم کرده. این حکم نوبتی در یک سلسله عیبنامه‌های میباشد که نواز شریف با آن روبرو شده است. روز 24 دکبر این دادگاه در اسلام آباد اعلام کرد که اتهام دوم را علیه نواز شریف بیکار میکند. شریف خود را بیگناه میشمارد و میگوید به عمل غیرقانونی راه نداده است. با گفته نامبرده عیبنامه‌اش جلوی سیاسی دارد.
بر علاوه نواز شریف امکان دارد که بازبینی حکم را طلب کند. در ماه یونی سال روان شریف با عیبنامه خریدن خانه گرانبها در شهر لندن به مدت 10 سال از آزادی محروم شد. در ماه سپتامبر دادگاه شکایت او را قبول نموده سابق سروزیر پاکستان را بر عوض وثیقه از زندان آزاد کرد. روز 24 دکبر بعد اعلان حکم دادرس طلب کرد که شریف به محبس کنار شهر اسلام آباد انتقال داده شود. در ماه ایول هم شریف در همین زندان نگهداری میشد. بر پایه سندهای کمیته تفتیشاتی روسیه که دسترس روزنامه مستقل نووایا گازتا شده است، در سال 2017 در چچنستان در یک زندانی که با نام محبس همجنسگرایان معروف می باشد 2 نفر از مسافه نزدیک کشته شدند. به عقیده مفتشان آنها را از مسافه نزدیک با تیر به سرشان به قتل رسانیدند. نووایا گازتا نوشته است که شاتا شمیل اکایف و ایوب ابراهیموف 6 فوریه به نام و نشان شده بودند. روزنامه نوشته است که آنها را 30 مارس سال 2017 به قتل رسانیدند. منصبداران چچن میگویند که این 2 نفر اثنای کوشش فرار از محبس کشته شدند. نووایا گازتا با تکیه به گزارش کمیته تفتیشات روسیه شکایت ماکسیم لپونوف را نیز نشر کرده است. لپونوف به مفتشان گفته است که او را در ماه اکتبر سال 2017 در چچنستان را بوده و در یک تهخانه نگاه می داشتند زیرا او همجنسگرا می باشد. لپونوف ادعا کرده است که او را می‌زدند و طلب می‌کردند که نام چچن‌های را که با او ارتباط جنسی داشتند آشکار کند. لپونوف با مفتشان ابراز داشته است که هنگامی در حبس بودن او در محبس همجنسگراها نفران زیاد مثل او زندانی بودند. لپونوف میگوید که او اکایف و ابراهیموف را در همانجا دیده بود. و بیننده ارجمند باز برمیگردیم به خبرها از تاجیکستان. پرونده محمد تورسونوف دکان فاکولته کارهای طبی تشخیصی مؤسسه دولتی کلید طبی جمهوری را آژانسی مبارزه با کروپسیا به دادگاه ارسال کرده است. آژانسی روز 24 دکبر در سامانه رسمیش خبر داد که تورسونوف از دانشجو ا برای گرفتن سنجش امتحانهایش 2500 سومانی رشوت طلب نموده است. آژانسی میگوید این استاد کالج 25 سپتامبر سال 2018 بعد گرفتن این مقدار پاره از دانشجو دستگیر شده. مبلغ مذکور همچون دلیل شیوع از او یافته گرفته شد. اینچنین معین شده است که تورسونوف به حیث دکان فاکولته کارهای طبی تشخیصی کالج ماه نوامبر سال 2017 نیز از دانشجوی فاکولته تحت ادارش برای پرداخت نمودن مبلغ فرقیت فنها 2000 سومانی گرفته از این مقدار 700 سومانی را به خزینه کالج سپرده است و 1200 سومانی باقی مانده را تصرف کرده است. نجات دهندگان واحد واکنش سریع ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در ولایت ختلان ماهیگیر را از خطر مرگ احتمالی نجات دادند که در زورق خود میان آب دچار خطر شده بود. در این باره خدمات مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدانی تاجیکستان خبر داده است. بنابر اطلاع کمیته ساکن 53 ساله ناحیه خراسان ماهیگیری رفت و در میان حوض با زورق خود درماند و مستقلانه نتوانست از آب بیرون آید. درباره این رویداد ناخوش خویشاوندان ماهیگیر به کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر دادند. خدمات مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید وقتی گروه نجات به جای حادثه رسید دیدند که ماهیگیر در میان آب بالای زورق خسته و نیمجان است و از سردی هوا دیگر مجال ندارد که دست به بیل زورق برد. مرد را از آب بیرون آوردند و تا جای ماشین یاری تجلی بردند. ماهیگیر را پزشکان در بیمارستان بستری کردند. تحلیل های اولیه نشان می‌دهد که یک سبب این حادثه رعایت نکردن قاعده های زورقرانی در آب‌های سرد در فصل سرما بوده است. از اول سال 2018 نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در حالتهای گوناگون بیشتر از 150 نفر را از خطر هلاکت نجات دادند. رو میاریم به خبر دیگر باز هم از تاجیکستان. مرگ و میر کودکان در سراسر تاجیکستان در چند سال گذشته کم شده است. تحقیق طبی دموگرافی که سال 2017 به انجام رسید معلوم کرده است که در تاجیکستان از میان 1000 نوزاد و کودکان تا 5 ساله 33 نفرشان میفوتند و این رقم بیانگر تمایل کاهش مرگ و میر کودکان در کشور بوده است. تا 5 سال پیش تا سال 2012 در تاجیکستان از میان هر 1000 کودک 43 نفر آنها تا 5 سالگی نارسیده بر اثر بیماری یا علت دیگری میفوتیدند. با نظر داشت همین آمار تاجیکستان تا امسال از نظر فوت کودکان در آسیای مرکزی در مقام اول قرار داشت.
آژانسی آمار تاجیکستان که این تحقیق را با مساعدت چند مؤسسه بین‌المللی انجام داده است میگوید سبب‌های کاهش مرگ و میر بهتر شدن وضع اجتماعی و صحتی زنان و کودکان است. عامل دیگر دسترسی بهتر به خدمات طبی، نظارت و ثبت نام قطعی و معاینه منظم زنان حامله بوده است. آژانسی با نشر خبر در این باره نوشته است با اکثر زنها هنگام تولد یاری رسانیده می شود. 95% تولد کودکان زیر نظارت طبیبان بلند اختصاص صورت گرفته است. تقریبا 90% زنان حامله در شفاخانه تولد می کنند. از 2/3 زنان تاجیک در جریان حامله‌داری کمک‌های لازمه را گرفتند. این نشاندادها در سال 2012 پایین‌تر بودند و مثلا در آن سال فقط 77% زنان برای تولد به شفاخانه می‌رفتند. 23% دیگر در خانه با کودک به دنیا می آوردند که کاری خطرناک است البته. و بیننده ارجمند یک خبر دیگر داریم از عالمی ورزش. فرخ امانتوف شطرنج بازی معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به بلیتز یا شاهمات برقوار و یا رپید از 25 دکبر تا 31 در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود شرکت می ورزد. او یگانه شطرنج باز است که تاجیکستان را در این مسابقات جهانی نمایندگی می کند. به اطلاع سامانه رسمی مسابقات در قهرمانی جهان زورترین شطرنج بازان جهان که در فهرست فیده فدراسیون بین‌المللی شاهمات نکمتر از 2500 امتیاز دارند اشتراک میکنند. فرخ امانتوف فعلا در شهر سنت پترزبورگ روسیه به سر میبرد و در همه مسابقات بین‌المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند. ماگنوس کارلسن نروژی قهرمان جهان آید به شاهمات کلاسیکی که در فهرست جهانی آید به رپید و بلیتز در مقام اول است یکی از مدعیان اصلی جایزه ها محسوب می شود. ارکادی دورکوویچ پرزیدنت فیده گفته است که مبلغ بنیادی جایزه مسابقات $1,000,000 ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان آید به رپید و بلیتز که در عربستان سعودی دایر گردیده بود، گروسمیستر یا بزرگ استاد هند ویشواتن آنند آید به رپید و ماگنوس کارلسن آید به بلیتز غالب شده بودند. ضمناً فرخ امانتوف چند روز پیش در یک مسابقه بین‌المللی در چیلی مقام سوم را کسب نمود. در این مسابقه با نفوذ 127 شطرنج باز از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند. فرخ امانتوف سال 2002 در المپیاد جهانی شاهمات معیار گروسمیستر بین‌المللی را به جا آورده است و فعلا در شهر سنت پترزبورگ روسیه به سر میبرد و در همه مسابقات تاجیکستان را نمایندگی میکند. بیننده ارجمند در پایان نشر نویدی بامدادی همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 76 درم و 1000 روبل روسی 137 سومانی ارزش دارد. بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org قابل دریافت است. برنامه‌های نو و جالب ما در پیشند، با ما بمانید.